وقتی داری یک سوگ عجیب غریبی رو تجربه میکنی احتمالاً یک سری منفعت‌ها برات از دست رفته. من حس میکنم تو وقتی داری این سوگه رو هم با آدم‌های دیگه میخوای حلش بکنی، هنوز به اون مرحله‌ای نرسیدی که این رابطه وقتی برات کات شده چرا تو رو این همه غمگین کرده. همچنان تو اون سوگه رو تجربه نمی‌کنی. شاید از این مرحله عبور کنی، اما اون شناختی که به خودت میرسه رو نداری و طی نمی‌کنی. انگار که این تجربه یه فرصت برای تو که تو یه چیزایی رو در رابطه با خودت بفهمی، اما چون تو نمیتونی این فشار رو تحمل کنی، این فرصت رو از خودت میگیری. دقیقاً. و این فرصت رو از خودت میگیری و من احساس میکنم تو ممکنه 10 بار دیگه هم از همین نقطه شکست بخوری ولی نمیفهمی چرا. آره. یا علاوه بر اینکه نمیفهمی چرا، حتی من احساس میکنم اون درد شکسته رو نمیچشی. حتما خیلی شنیدیم دیگه، میگن درس تو از اون اتفاق نگرفتی. آره.